бомбгузории маргталабона ки дар Кобул 8 нафарро кушт ва 400 тани дигарро маҷрӯҳ кард, маҳалли ҳодисаро ба вайрона табдил дод. Дар таркиши қавӣ ки субҳи 7 август пойтахти Афғонистонро такон дод, хонаву фурӯшгоҳҳо хароб шуданд. Як маргталаб мошини бомбгузоришшударо дар кӯчаи наздик ба дарвозаи як қароргоҳи артиши Афғонистон тарк конд. با گفته مقامات شفاخانه نزدیک به محل حادثه به اینجا تقریباً 20 کودک را برای معالجه آوردند. بسیاری ها را شکست پاره و شیشه ریزه مجروح کرده است. در شهر دونتسک اوکراین که تحت نظارت جدایی طلبان است، تعداد از ساکنان شهر با ریختن رنگ سرخ در کوچه از کار ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا اعتراض کردند. این تظاهرگران روز 6 اوگوست گفتند در این شهر مردم از زیر نیروهای دولتی اوکراین میمیرند، زیرا ناظران بین المللی به آن محل ها نمی روند. تظاهرگران گفتند که رنگ سرخ رمز خون مردم قربانیان شده است. یکی از نمایندگان ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به اعتراضگران گفت که در دایره صلاحیتشان همه کار را میکنند که از مناطق نزاع اطلاع لازمه را جمع آورند. ماه گذشته نیز یک چنین تظاهرات در دونتسک صورت گرفت، ولی معلوم نیست آن را کی تشکیل میکند. در کوسوو ازدحام خشمگین با طلب رسما سابقه دار جنگ شناختن آنها دیوارهای اطراف قرارگاه اساسی حکومت در شهر پریشتینا را ویران کردند. بعدا آنها به سمت دروازه بینا رفتند و با ماموران پلیس کشمکش کردند. حکومت کوسوو با کسانی که سالهای 90 در جنگ به ضد حکومت سربستان شرکت کردند به حیث سابقه دار جنگ نفقه میدهد، ولی میگوید حالا فهرست این سابقه داران مشخص نشده است. ازدحام خشمگین بعد از مدت عقب نشینی کرد و پلیس شورش برای تامین امنیت به این محل آمد.